سرخط مهمترین خبرها: بازداشت یک زن برای صحبت با محمد اقبال صدرالدین. بعد تنقید پرزیدنت صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد و تظاهرات در کشورهای آسیای مرکزی به طرفداری از فلسطین. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 31 اکتبر است. دادستانی کل تاجیکستان از بازداشت یک زن با اتهام همکاری و صحبت با محمد اقبال صدرالدین خبر داد. دادستانی 3 اکتبر از این زن جمعه و نام برده گفت او 34 سال دارد و قبلا در تاجیکستان و روسیه زندانی شده است. نظر این زن و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. در خبرنامه دادستانی آمده است جمعه و از اولی سال 2023 برنامه اصلاح تیوی را تماشا کرده با واسطه واتساپ با مدیر این شبکه محمد اقبال صدرالدین زیاد از 10 مرتبه صحبت کرده است. دادستانی این زن را همچنان به آن متهم کرده است که در شبکه اینستاگرام نوار صحبت‌های محمد اقبال صدرالدین را بازنشر کرده است. تصدیق مستقلانه حرف‌های دادستانی کل فعلا غیر امکان است. محمد اقبال صدرالدین مدیر شبکه اصلاح و از منتقدان سرسخت حکومت تاجیکستان میباشد. قبلا نیز مقامات چند نفر را با اتهام همکاری با مدیر شبکه اصلاح بازداشت و زندانی کرده بودند، از جمله امام خطیب یک مسجد در شهر کولاب و خبرنگاری یک تلویزیون دولتی را. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن صدای مخالفان تنقید می‌کنند. مخالفان حکومت طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان ماه نوامبر در یک نشست در مسکو جمع می‌شوند. در این باره تلویزیون افغانستان اینترنشنال با تکیه به منابعش خبر داده است. به اطلاع این رسانه از جمله شرکت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان، عبدالله حامد کرزی و دیگران در نظر است. موضوعهای این نشست که با تشبث حزب سوسیالیستی روسیه برگزار می شود هنوز معلوم نیست. دقیق نیست که نمایندگان طالبان که 2 سال باز قدرت را در افغانستان در دست دارند در این نشست شرکت خواهند کرد یا نه. مسکو قبلا نیز میزبان چند نشست در مسئله افغانستان بود. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بک سبو رئیس خدمات علاقه دستور داده است که دوام یک هفته آن منطقه های تاجیکستان انیق کرده شوند که دسترسی به علاقه موبیلی و اینترنت در آنجا ضعیف است. به نوشته خبرگزاری ازیا پلوس، بک سبور از شرکت های مخابراتی خواسته است برای برطرف کردن کمبودها و دسترسی اهالی به اینترنت بلند سرعت دست به کار شوند. هفته گذشته علیشیر میرزانباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از سرعت پست اینترنت در این ولایت نگرانی کرده بود. انتقاد از سرعت پست و نرخ بلند اینترنت در یک سال اخیر حداقل 2 مرتبه از زبان رئیس جمهور امام علی رحمان هم صدا داده بود. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که در یک سال اخیر و بعد تنقیدهای مقامات صفت اینترنت در تاجیکستان بهتر شد یا بدتر؟ بهتره. میگافون کسی کدام جهت؟ مثلا نرخ ارزان شد یا سکورسش بلند شد؟ نه، سکورسش بلند شده دیگه. همین میگافون است، سکورس بلند نزده. اما شکایت ها زیاد است که اینترنت میگافون قطع می شود. نه، یکم چی نمی شود. کی میگه بخدا ممکن دروغ بگه. باور که همین مهلت همین یک هفته شد که به حد خوب نیست. همین اینترنت خوب نیست در مقصد. نمیدونه این همین مقصد که با روسیش بگیم کروتید میکنن نمیشه واقعی مقصد همین اینترنت. همین مقصد گپ زدن اودی هم نمیشه. اصلا در کدام وقتی روز همین حالت بود؟ اصلا همین ساعتی مقصد 8 صبح سر میشه و 8 صبح. خیلی مقصد تو همین ساعتی 4-5 صبح خوبه یا شب. مقصد همین در وقتی کاری از ساعت 8 مقصد سر میشه اینترنت کار نمیکنه. شما در یک ماه چند پول صرف میکنید برای اینترنت؟ ما در یک ماه 120 تومان در همین اینترنت صرف میکنم. روزی نیستید؟ روزی نیستیم، نمیشه واقعی، نمیتونیم درآمده هیچ جا نمیتونیم. این احوال فقط در دوشنبه است یا وقتی منطقه ها میرید؟ در شهر وحدت، من خودم از ساکن شهر وحدتم. این همین در هم در دوشنبه میبینم هم در شهر وحدت همین کارا که مقصد اینترنت به حد خوب نیست. کدام شرکت؟ میگافون.
نمیدونم یکون وقت سوزه اسکورسش یکون وقت بیزیب دیگه هیچ نه سوزه. بعد کدوم وقت بیزیب میشه؟ خیلی یکون وقت نموسنوی بالاتر در زندگی میگیم اونجا ستاره. Не майсови чи боше, старая. Ну, как вам сказать, меня устраивает. А, конечно, учеников, которые пользуются интернетом, наверное, не очень. Но финансовое положение нас не позволяет брать более высокие скорости, потому что это все равно дорого. Бата. Вообще корна мехнем. پیشنهاد شما چیه؟ هیچ. خوب کردن کم تا خوب کنن شاخه خوبتر. پیشتر چه خیل بود هاز چه خیله؟ پیش توستر بود از خیلی باید براترش دیگه بعد چی دیگه. بعضی شبها کمتر سوس میشود نه که با روز سوس میشه. شبانه سوس میشه در حقیقت نه که روزانه نرم خوشرو کار میکنه. گاهن خیلی خوبه گاهن هم کمتر سوس میشه از نظر سرعت. حتی من شرکت اتصال استفاده میبرم مگافون هم دارم مگافون الان خیلی بد شده حاضرش خیلی بده. یکون نرخ بلندشش کم نه نو ناس کار کنه شده یک کار میکنن یک کار نمیکنن هر خیلی. بینندگان عزیز شما هم می توانید نظر خود را درباره این موضوع در زیر برنامه نویسید. ادامه جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه باعث اعتراض ساکنان در برخی از کشورهای آسیای مرکزی شده است. از جمله روز 3 اکتبر نزدیک 700 نفر در شهر بیشکک با طرفداری از مردم فلسطین تظاهرات کردند. شرکتداران این نمایش اعتراضی در دست پرچم‌های فلسطین و قرقیزستان را داشتند. یک گروه ساکنان در شهر تاشکند ازبکستان هم تلاش کردند با طرفداری از فلسطین تظاهرات برگزار کنند. به نوشته خبرگزاری گازیت یوز بیش از 100 نفر در میدان امیر تیموری شهر جمع شده بودند، اما پلیس ازبکستان این نفران را که می‌خواستند روز یکشنبه به جانبداری از فلسطین بدون اجازه نمایش اعتراضی تشکیل کنند مجازات کرده است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی از ازبکستانی‌ها دعوت می‌شد که در نمایش اعتراضی به جانبداری از فلسطینی‌ها اشتراک کنند. فعالان لوحه‌ای را با عکس امیر تیمور و آدمان با پرچم‌های ازبکستان و فلسطین آماده کرده بودند. 2 روز پیش گروه در فرودگاه مخشق علیه داغستان هم در اعتراض به پرواز از اسرائیل زوراً وارد فرودگاه شدند. بعد جنگ حماس و اسرائیل که سنه 7 اکتبر آغاز شد، ناراضگی‌ها به عملکردهای اسرائیل در کشورهای مسلمانی زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 اکتبر را فرا می‌گیرد. با یک قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف استالین رهبر سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیوار کرملین به خاک سپرده شد. جسد استالین از زمانی درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری میشد، ولی بعد فاش شدن کیش شخص پرستی استالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لنین را نگاه دارند. 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری به خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان‌ها دوربین و کامراهای نظارتی به کار درآمدند. هدف اساسی نظارت از بی‌خطری حرکت نقلیات و پیاده‌گردان در راه، تربیت آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته میشد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه‌های دوشنبه را از بین برد، ولی باز هم مشکلی مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان‌های مرکزی و گاه چشم‌پوشی مقامات و قانون شکنی‌ها با اشتراک راننده‌های با نفوذ پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ژانویه سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت گردید. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117 سومانی برابر بود. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر خبر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.